السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کسی ما دچار مشکلی و سختی ها می شویم و الله متعال برای هر سختی، برای هر مشکلی درمانی عطا کرده است. یکی از ذکرهای بزرگی است که شخصی اگر آن را تکرار کند از مشکلی ها رها می شود. لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی قوت و توانایی جز از سوی خداوندی بلند مرتبه و بزرگ نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی اگر بگوید لا حول ولا قوة الا بالله از مشکلی ها رها می شود. و در حدیث فرموده است ذکر لا حول ولا قوة الا بالله گنج از گنجینه های بهشت است و هر شخص این ذکر را تکرار می کند رحمت الله بر او نازل می شود و خیر دنیا و آخرت را به دست می آورد. در مورد این ذکر یک قصه بسیار هم جالب است. عوف ابن مالک اشجعی رضی الله عنه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید و می گوید یا رسول الله پسرم مالک با شما به جنگ رفته بود ولی با لشکر مسلمان ها برنگشت، یعنی اسیر رفتیده است. من چیکار کنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید ای عوف با همسرت ذکر لا حول ولا قوة الا بالله را بسیار بگویید و توکلتان بر الله بزرگ. عوف رضی الله عنه به خانه‌اش برمیگردد. همسرش میپرسد ای عوف رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ چی کار کنیم؟ عوف رضی الله عنه میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم برایمان وصیتی کرد که ما هر دومان ذکر لا حول ولا قوة الا بالله را زیاد بگوییم و توکل را بر الله کنیم و صبر کنیم. این زن مؤمنه و زن صالحه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم راست میگوید و هر دو نشسته ذکر میکنند، یعنی لا حول ولا قوة الا بالله. شب می شود، همه جا تاریک است. ناگهان آوازی در را می شنوند. عوف رضی الله عنه در خانه را می کشاید، پسر خود را نزد در می یابد، در تعجب می ماند، بسیار خوشحال می شود و از پشت پسرش مالک می بیند گله گوسفند است. می گوید ای پسرم تو چطور به اینجا آمدی؟ تو که اسیر بودی و این گله گوسفندا از کیست؟ پسرش مالک می گوید ای پدرم اسیر بودم، دستها و پایهایم با زنجیر بسته بودند. شب شد، چند مرتبه خواستم خود را آزاد کنم ولی نتوانستم. ناگهان حس کردم که زنجیرها خود به خود گشاد می شوند و تا درجه که دست و پایهایم را از زنجیر برآوردم. از جایم خستم، برآمدم، دیدم گله گوسفندها هستند، آنها را هم با خود آوردم. عوف رضی الله عنه میگوید ولی بین ما و مشرکین راهی دور است، تو چطور در این شب آمدی؟ مالک رضی الله عنه میگوید به خدا قسم وقتی از زنجیرها آزاد شدم و گله گوسفندها را گرفتم حس کردم که ملائکه من را بر پرهایش برداشته آورد. سبحان الله. عوف رضی الله عنه بسیار خوشحال می شود، همسرش هم بسیار خوشحال می شود
و در حال نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می رود تا خوشخبری را بگوید. ولی وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم او را می بیند می گوید ای عوف، برایت خوشخبری است، الله متعال در مورد تو آیت نازل کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. یعنی هر کسی اگر پرهیزگاری کند، توکل خود را بر الله کند، الله متعال او را از هر مشکلی نجات می دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد. و هر کسی بر الله توکل کند پس الله برایش کافی است. بیگمان الله فرمان خود را انجام می دهد. یقینا الله بر هر چیز اندازه قرار داده است.